در راهپیمایی روز 23 سپتامبر در شهر مینسک پایتخت بلاروس میکالای استاتکیویچ پیشوای مخالفان دولت که چند پیش از زندان آزاد شد از طرفدارانش خواست انتخابات ریاست جمهوری روز 11 اکتبر را تحریم کنند. میکالای استاتکیویچ با مراجعت به تظاهرگران گفت بر رایدهی نروند چون که نامزدهای مخالفان دولت را به انتخابات راه ندادند. انتظار می رود الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس که بیشتر از 20 سال باز رهبر این کشور است در انتخابات پیروز شود. میکالای استاتکیویچ را رئیس جمهور لوکاشنکو چند پیش عفو کرد. راهپیمایی در مینسک بدون اجازه صورت گرفت ولی پلیس به جریان آن دخالت نکرد. با شدت گرفتن بحث بین سربستان و خرواتیا درباره مهاجران و پناهندگان، قطار ماشین ها در دو طرف مرزی هر دو کشور درازتر می شود. سربستان در جواب به منع ورود ماشین های این کشور به سربستان روز 24 سپتامبر ورود مال های خرواتیا به قلمرو خود را ممنوع کرد. خرواتیا هفته گذشته با هدف گرفتن پیش راهی سیل مهاجران که از سربستان می آیند ورود ماشین های بارکش سربستان به قلمروش را ممنوع کرد. هزاران نفر برای گذاشتن نماز عید قربان در مسجد نوی جامع مسکو جمع آمدند. این مسجد عظیم را روز پیشتر رئیس جمهوری روسیه با حضور رهبران ترکیه و فلسطینیان باز کرد. برای بنیاد مسجد جامع مسکو که برای 10,000 نمازگزار جای دارد 170 میلیون دلار خرج شده است. رویل غین‌الدین مفتی اعظم روسیه ضمن وعظ از خطر افراطگرایی مذهبی به نمازگزاران هشدار داد. در مسجد هراس سلطان در شهر آستانا پایتخت قزاقستان نیز هزاران نفر برای گذاشتن نماز عید قربان جمع آمدند. طور معلوم عید قربان یکی از عیدهای اصلی 1.5 میلیارد نفر از مسلمانان جهان است. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان بعد از نماز عید مردم کشور را به تحملگرایی دینی و احترام به تمام مذهب و آیین‌ها دعوت کرد. در شهر پشاور پاکستان هم هزاران نفر برای تجلیل عید قربان و خواندن نماز عید صف کشیدند. بسیاری از خانواده ها چاروا و به خصوص گوسفندانشان را در بیرون از خانه ها نگه داشتند و در همین روز ذبح کردند. در شهر تیفلیس پایتخت گرجستان در یک مراسم از 220مین سالگرد نبرد کرتسانیس یاد کردند. در آن زمان در سال 1795 نیروهای فارس در عهد قاجاریان دو ارتش گرجی ها را شکست دادند و شهر تیفلیس را گرفتند. با وجود شکست نیروهای گرجی در آن زمان گرجستان یاد آنهایی را که در جنگ کرتسانیس کشته شدند گرامی می‌دارد.